خب سلام بچه‌ها، امروز اومدیم یک ویدیویی داشته باشیم هم دیگه. ویدیوی فارم آهن خیلی ساده است، بدراک 1.21 و حتما لایک و اینو فراموش نشه و بریم فارمش رو بسازیم. ببین فارمش 1 2 تا 3 تا 4 5 تا و دوباره همین 5 تا میرید. 1 2 3 4 5. اگر میخواستید جاوا هم بذارم تا بدراک میذارم ولی کار نمیکنه بدراک. چرا؟ چون که بدراک باید 20 تا ویلیجر باشه ولی تو جاوا با همون 3 تا ویلیجر کار میکنه. نمیدونم چرا. آقا موجنگ اضافه کن جان احمد، با همون 3 تا ویلیجر کارمون را بیفته. خب شما 5 تا رو کندید. ببین 1 2 3 4 5 کندید، 8 بلاک میرید پایین. خب هر وقت اینجا تموم کردید شما میرید داخل و هر بلاک دوست دارید میشینید. کلا باید شما 20 تا بت داشته باشید. الان به شما میگم چرا. باید کلا شما 20 بت داشته باشید واسه این کار، واسه تخت گذاری که ویلیجر اول به تخت عادت کنن. از یه گفته باشم این فقط در حال 1.21 یا 1.20 استفاده میشه و اصلا دیگه تو نسخه های قدیمی تر دیگه نمیاره. منظورم بگم دیگه نمیاره. الان من تو 1.20 دارم بازی میکنم. اگه تو سمت بالا چپ نگاه کنید من تو 21 80 20 دارم بازی میکنم. دارم خوبه، هاردکور داره. من هر روزم هاردکور منم. یه هاردکور بود من توی امروز از دستش دادم. یه فارم ساخته بودم، نمیدونستم دیگه کریپر پشتم بود دیگه. حرف نزنید دیگه، خودتون میدونید با کریپر چیکار میکنید. کریپر شما چیکار میکنه. خوش اینجا 20 تا تخت میذارید، هر کدوم مثل این بار 10 تا باشه، این بار هم با 10 تا باشه. بعد شما میاد این لای اینجا 3 تا میبرید بالا. 3 تا که بردید بالا و روی اینا هم میپوشونید که ویلیجراتون بی عقل نباشه بپرن تو. اصلا نباید ویلیجراتون بخوابن اسپام نمیشه. خب اینا رو چیز کنیم. خب اینجا که کردیم ببینیم 1 2 3 4 5 یه بالا من 6. حالا اینجا 4 تا میذاریم. اینجا نه، 4 تا میذاریم و دوباره اینجا 6 تا میذاریم. اینجا 6 تا گذاشتیم و یکی دم روش میذاریم و اینجا هم 4 تا میذاریم. اگه گفتی واسه چی؟ واسه بگم. خب واسه چی؟ واسه از این کامبوستر رو میذارید روی این 4 تا این 5 تا میذارید رو هم که ویلیجراتون چی بشن. نه ویلیجراتون بیرید نشن. بیرید که میشن به زیادشون کنید. و اگر شما 2 تا ویلیجر دارید بیریدش کنید ویلیجراتون رو. ولی اگه خودتون میخواید تو کریتیو یا 20 تا ویلیجر خودتون آماده دارید میتونید اینو بسازید. یکی ببینید بچه حتما باید ویلیجرتون به تختت بگیره و کامپوستر رو بگیره. الان مثل این گرفت، این هم گرفت. 3 4 5 6 7 8 9 10 لک شد ولی اینا 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. هر بین بچه توش نباشه، چون که بچه باشه فارم کار نمیکنه.
ولی شانس ما همشون بچه نیست. همشون خوب بزرگ و 2 تا بلاک، یعنی 3 تا بلاک میاد بالا. روی این ویلیجر رو میپوشونید و بدون هیچ زامبی میتونید این کار رو بکنید. و بس اگه جاواش هم میخواستید تو هم بدراک میسازم واسهتون که اگه جاوا داشتید برید بسازید. و من تو بدراک درست میکنم. و اگر تو هاردکور یا جای هستید دیدید مثال همینجا بغلا اینجا آیرن گولم انسان شد، چی نکنید، نکشیدشون. و اینجا یه دونه از آب اینجا یه دونه از ببر کنار یه دونه از اینجا بذارید و اینجا آب بذارید. خب ببینید بچه‌ها اینجا شما سوراخ میکنید جای اسلبتونه. خب ببینید اینجا هم من اینجا راه بزنم بتونم برم درستش کنم اینجا رو. خب ولی اگه گفتید چرا شمشیر آوردم با خودم، شمشیر آوردم چون که اگه مثلا ویلیجر بچه اینا باشن بکشم ایشون. حالا چی نکنید میشه بمیری. خب ببین این نباید اینجوری کنید، این زیر بذارید، این زیر و کریتیو اسید اینجوری بلاک بذارید. بلاک هم نمری شد وای. و میاد اینجا وقتش اومدید میتونید کلن باید این کار کنید. میتونید فنس واشر اینو برداشته. نه ببین باید اینو بیارید اینجا و اینو بیارید اینجا. اوکی یه چیز هاپر بذارید اینجا، یه دونه دی کنار گربه ببندید و هر چی گربه ازش خواهد رحم بهش نکن. اینجا هم میبندید، اینجا هم باز میذاریم. اینجا هم هر وقت دوست داشتین پله به بالا روش کنید. سندش خوبیه بس داشت من سوار نمیخوام بشم. داشت بچه صاحب کنن. آره بچه صاحب کنن. آره بچه گفت آره درسته ان بایستا بلکن به درد نمیخوره. خب ببین هر وقت اینجا آیرن گولمون اسمون شد. ببین چه اینو کندم من. ببین تو هاردکور هر چیزی هستید آیرن گولمون نکشید، یا با نخایی که از اونو بهتون میدن، از اون لامهان اینا چی بود از اونا بهتون میدن، اینا رو بکشید بالا و ریسک بخواید خودتون اینو بکشید. حالا میتونید بکشید ولی ریسک نکشید. بس اینطوری میکنید، اینطوری هم کردید، اینطوری میکنید و یه هم روی این میزه به حتما شیفت رو داشته باشید، چون شیفت نداشته باشید نمیره و دقیقا باید همینجا بزنید که هیچ کج بشه و یه دونه لاوا اینجا میذارید و این هم میکنید و خودتون کردید میکنید. این فرم آهن ما ساعتی به شما 100 تا 50 100 نه بگم 8 استک به شما آیرن میده دیگه. بذارین کار میکنه چون من خیلی چیز کردم کار میکنه و تکم فکر کنید اینجا. خب این بود از این ویدیو. هر وقت میخواستید دبدوبلی این میسوزه میمیره. ما اینجا یه فرم ایکس پی هم میتونید درست کنید. ویلیجر بذارید اینجا، هر چیز زامبی مامبی میرین زیر. ببین چرا منطقیه. خب این بود از یک زامبی اسمون بشه. این هم دنبال اینه یه ویلیجر بیاد بتونم کمک کنم بی بالا. همه میرن و میمیرن. دیش ریدی نه نرفتی. خب این بود از این ویدیو. هر فارم دوست داشتید تو کامنت من بنویسید، تو کامنت من بگین منظورم چرا میافتی آیرن گولم میخوام اسمان کنی. خب این بود از این ویدیو و امیدوارم تا پارت بعدی فارم ساز
کم طول بکشه و صبح اینا یادتون نره بچه‌ها. خدافظ.